سلام، طاهری سفر هستم و با خبرهای امروز سه‌شنبه 4 نوامبر همراه شما. با عملیات رهایی شهروند تاجیکستان از دست آدمربایان در یمن، سفارت روسیه در صنعا نیز همراه شده است. در این سفارت روز 4 نوامبر بر رادیو آزادی گفتند مقامات یمن هویت آنهایی را که گلرخسار رفیع و طبیب یکی از شفاخانه‌های نظامی شهر معریب را رب بودند مشخص کردند. Источник полицейский, опять же, сообщил, что у них есть подозреваемые в этом похищении. Однако они предполагают, что, возможно, нужно будет подключать племена, чтобы освобождать похищенную. از بس که گلرخسار رافی و با دعوت زدراو اکسپورت یک شرکت تیبی روسیه برای کار به یمن دعوت شده است، تلاش‌ها برای رهایی او را اساساً توسط سفارت روسیه هماهنگ می‌کنند. گلرخسار 36 ساله را روز 29 اکتبر در راه به جای کارش راه بودند و تاکنون گروه مسئولیت راه بودن او را بر عهده نگرفته است و طلبی هم پیشنهاد نکردند. روز وحدت ملی در روسیه که هر سال روز 4 نوامبر برگزار می شود، این دفعه نیز با حضور ملت‌گرایان و شعارهای بیگانه ستیزی صورت گرفت. از جمله در شهر مسکو حدود 2000 ملت‌گرای روس که بعضیشان نقاب داشتند با شعارهای روسیه به پیش و روسیه فقط برای روس‌ها راهپیمایی کردند. در مرکز مسکو با گفته مقامات در راهپیمایی دیگر به مناسبت روز وحدت ملی بیشتر از 70,000 نفر شرکت ورزیدند. در روسیه از سال 2005 تا کنون روز وحدت ملی را تجلیل می‌کنند و در این روز در سالهای گذشته ملت‌گرایان روس به مهاجران تاجیک و خارجیان حمله کردند. مقامات وزارت دفاع تاجیکستان میگویند تعداد سربازان دیپلمدار در صف نیروهای مسلح افزوده است و عین زمان 20% نظامیان کشور تحصیل عالی و یا کسب و ملکه دارند. با گفته مقامات از بس که خدمت حربی برای ختم کنندگان دانشگاه‌ها 1 سال است، تعداد داوطلبان خدمت در صف نیروهای مسلح از حساب آنها افزوده است. سرباز قطاری علیشیر امیرشایف 5 سال در امریکا تحصیل کرده است و حالا به حیث کاتب در واحد نظامی کار می‌کند. در 1.5 سال در شهر نیویورک بود و بعد 3.5 سال دیگه در لس آنجلس کالیفرنیا. من بعد از ختم دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده که همین سال ختم نمودم، با خواهش خودم به کمیسریت حربی شهر پنجکن رفتم، عریضه خودم را پیشنهاد کردم. با گفته مقامات وزارت دفاع تاجیکستان، جوانان صاحب اختصاص زود در بین سربازان جایگاه خود را پیدا می‌کنند و از جمله به دیدفشین و یا لتوکوب را نمی‌دهند. یک پژوهش سازمان امپرا در 2 سال پیش نشان داده است که سربازان صاحب معلومات به حیث کاتب ترجمان جلب می‌شوند و خدمت را به مشکلی زیاد سپری می‌کنند. احتمالاً تا چند سال دیگر فروشگاه مرکزی و معروف به نام سوم را که در دل دوشنبه جایگیر است ویران می‌کنند و جای آن را بنای نو می‌گیرد. بر اساس نقشه کلی بازسازی پایتخت تاجیکستان، بناهای قدیمی مرکز دوشنبه که ارزش تاریخی ندارند از بین برده می‌شود و در جای آنها بنا و انشاءات نو می‌سازند. از این پیش بر طبق نقشه بازسازی شهر، بنای پشت مرکزی و چند بنای 2 و 3 آشیانه قدیمی زمان شوروی را در مرکز شهر ویران کردند و ساختمان بناهای نو در جای آنها ادامه دارد. و ویدیوی کامل در این باره با اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.